سلام. توی این قسمت میخوایم راجع به ماراتون، تاریخچه این مسابقه و ماراتون 2023 استانبول با هم صحبت کنیم. که چرا اسمش اصلا ماراتون شد و چی جوری این پروسه به نتیجه رسید، که چرا میگن ماراتون، چرا نمیگن اسقرتون یه چیزی تو همین مایه، و اینکه چرا اصلا 42 کیلومتر، چرا 12 کیلومتر نیست. 32 کیلومتر به نظر من باید 10 کیلومتر باشه. 200 چی بری تمام شد. ولی خب داستان برمیگرده به دوران پادشاهی هخامنشیان، مخصوصا اون موقعی که جناب استاد بزرگ داریوش حکمرانی میکرد. توی اون زمان یعنی 490 سال پیش از میلاد مسیح یه جنگی بین ایران یعنی ایران دوران هخامنشی و دولت شهرهای یونانی تو محلی به نام دشت ماراتون به وقوع پیوست که توی این جنگ سپاه هخامنشی عقب نشینی کرد و یونانیان پیروز شدند. شخصی به نام فیدیپیدس مسافت بین دشت ماراتون تا آتن رو دوید تا خبر شکست ایرانیان رو به آتنی ها بده. بعد از اینکه به آتن رسید و خبر ما پیروز شدیم رو به آتنی ها داد، روی زمین افتاد و جان سپرد. و بماند که توی افسانه یا واقعیت بودن این نبرد داستان‌های زیادی هست. اما بدونین که این جنگجوی یونانی تونسته با تجهیزات کامل نظامی مسافت 42 کیلومتری بین دشت ماراتون تا آتن رو بدوه و این مسابقه دوی ماراتون به یادبود اون برگزار میشه. و اما مسابقه ماراتون استانبول، حالا چرا استانبول؟ کلاً توی سال 500 تا مسابقه ماراتون برگزار میشه در طی یک سال. آفرین. اما تنها مسابقه ماراتون بین قاره‌ای توی استانبوله. به خاطر اینکه استانبول دو قسمت آسیایی یعنی قاره آسیا و قاره اروپا رو با توجه به اون پل تنگه بوسفور که ایرانی خیلی خوب میشناسنش، این پل میاد این دو تا قاره رو به هم وصل میکنه. و استارت کار از کجاست؟ از بخش آسیایی قبل از اون پل. بریم سراغ سایت marathon.istanbul، یعنی جایی که شما میتونین از طریق اون ثبت نام کنین. امروز که من دارم این ویدیو براتون پست میکنم 35 روز تا مسابقه ماراتون مونده که توی 5 نوامبر 2023 برگزار میشه. همونطور که میدونین این مسابقه توی دو بخش 42 کیلومتر و 15 کیلومتر برگزار میشه که هر کدومشون برای ثبت نام لینک جداگانه ای دارن. امسال 45مین دوره ماراتون استانبول برگزار میشه. پارسال تعداد شرکت کنندگان 6000 نفر بوده که بیشترین تعداد شرکت کنندگان توی ترکیه رو داشته. یه فیلم خیلی جذاب از ماراتون پارسال استانبول توی خود سایت marathon.istanbul هست که میتونین از طریق خود سایتش ببینید و مطمئنم بعد از دیدن این فیلم دوست دارین که توی ماراتون شرکت کنین. خب بریم ببینیم که توی هر کدوم از بخش‌های 42 کیلومتری و 15 کیلومتری ماراتون چه خبره. بخش اول مربوط به مدارک ثبت نامه که میگه اگه تو 2 سال گذشته توی مسابقات ماراتون یا نیمه ماراتون شرکت کردین یا مسابقه‌ای که توسط اسپور استانبول برگزار میشه، نیازی ندارین که مدارکتون رو دوباره بارگذاری کنین. بخش بعدی مربوط به هزینه و کیت مسابقه است. به این موضوع دقت کنین که پنجشنبه، جمعه و شنبه قبل از مسابقه حتما باید برین پک مسابقه رو دریافت کنین که جلوتر میگم توی پک چه چیزایی هست. اما مهمترین قسمت پک کیت مسابقه است. برای اومدن به خط شروع مسابقه یه سری از وسایل حمل و نقل عمومی رایگان تدارک دیده شده که شما میتونین شمارتون رو نشون بدین و از اونها استفاده کنین.
من لینک سایت رو براتون این پایین میذارم که شما ببینین که با استفاده از کدوم خودتون رو میتونین به خط شروع مسابقه برسونین. و اما پیش بینی هوای استانبول، انتظار میره که اون روز هوا 18 درجه سانتیگراد باشه با احتمال بارندگی 1%. مسابقه ماراتون استانبول برای 18 سال به بالا که از منطقه اسکودار شروع میشه، از روی پل شهدای 15 تموز که یکی از پل‌هایی هست که آسیایی به اروپایی رو وصل میکنه رد میشه. خیلی از مناطق تاریخی استانبول رو توی این دو میتونید ببینید. اگر وارد سایت بشین هم میتونید مسیر مسابقه رو ببینید، هم اسامی آثار تاریخی که هنگام دویدن از کنارشون رد میشین که مطمئناً برای 42 و 15 کیلومتری متفاوته. همونطوری که گفتم روزهای قبل از مسابقه به شما یک کیف میدن که وسایلتون رو توی اون قرار بدین و در هنگام شروع مسابقه اون کیف رو میتونین تحویل بدین و پایان مسابقه اون رو تحویل بگیرین. بعد یه چیز خیلی باحال داره، ببین نقطه پایان با نقطه شروع فرق میکنه. یعنی شما از اسکودار شروع میکنی، حالا پایان مثلا 42 کیلومتری ها یعنی کاپس تو اروپایی. خب وسایل تو، کیف تو، همه این چیزا رو حالا اگه اون ویدیو نیمه ماراتون ما رو دیده باشین میبینین که اینا همه وسایل رو به شما یک کیف میدن، بعد بذارین اون تو و قبل از مسابقه بیاین اونا رو تحویل بدین. خب شما تو نقطه شروع کیف تو، وسایل تو تحویل دادی، یه ماشین میاد اون وسایل از نقطه شروع میبره نقطه پایان. یعنی شما چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد تا نقطه پایان رو باید برین چون وسایلتون اونجاست. یعنی اگه وسط کار کنسل کنی تهش میندازنت تو همون آبی که بین اروپا و آمریکا، یعنی که یه هزینه تاکسی میدی میری نقطه پایان که وسایلتو بگیری. نه مطمئنا مثل تمامی مسابقات یک ماشین آمبولانسی تهش هست و شما میتونید آی دست و پام فلان اینجوری، بعد بیاین برین چیکار کنین اون ماشین آقای آمبولانس رو سوارشون رو تا انتهای مسیر برسونید. یه سوالی الان بر من پیش اومده، شما مدرسه نیستی که خیلی پیچوندی نه؟ این اصلا ربطی به گذشته آدم نداره. آی این وسایل نقلیه. اگر شما توی 42 کیلومتری شرکت میکنین تا ساعت 9 و اگر توی 15 کیلومتری شرکت میکنین تا ساعت 9 رو وسایل شما رو تحویل میگیرن. پس حواستون به این موضوع باشه. اگر برای دریافت مدال توی مسابقه ماراتون شرکت میکنین برای 42 کیلومتر باید مسابقه رو قبل از 6 ساعت و 20 دقیقه و برای 15 کیلومتر قبل از 2 ساعت و 15 دقیقه به پایان برسونید. اینجاست که اهمیت اون کیتی که باید روی کفشتون ببندین مشخص میشه. این کیت توی هر 5 کیلومتر زمان شما رو ثبت میکنه و در نهایت بر اساس اون مشخص میشه که شما میتونید مدال رو دریافت کنید یا نه. توی مسابقه ماراتون علاوه بر مدال جوایز نقدی هم اهدا میشه که شما میتونید مبلغ این جوایز رو توی سایت ببینید. این جوایز برای رده‌های سنی مختلف و نفرات اول تا 8م خانوم ها و آقایون متفاوته که تمام مبالغش توی سایت مشخص شده و در انتهای مسابقه طی یک مراسمی این جوایز اهدا میشه. خود سایت marathon.istanbul یک زمانبندی تقریبی برای 2 ارائه کرده که اگر بر اساس این زمانبندی بتونید بدوید مطمئن میتونید بشید که مسابقه رو به پایان میرسونید و مدال رو دریافت میکنید. در مورد کیت مسابقه قبلتر یه صحبت‌هایی کردیم. حواستون باشه که این تراشه اطلاعات هویتی شما رو توی خودش داره. در نتیجه اون رو نمیتونین با بقیه دوندگان عوض کنین و حواستون باشه
که وقتی کیت رو روی کفشتون بستین نباید دوبار توی نقطه شروع یا داخل مسیر یا حتی نقطه پایان روی فرشایی که مخصوص اندازه‌گیری تراشه هاست حرکت کنین. این عمل باعث میشه که زمان دویدن شما اشتباه اندازه‌گیری بشه. و اگر در نقطه پایان موقعی که هنوز کیت رو از روی کفشتون باز نکردین دوباره از روی خط پایان بگذرین، سیستم زمانبندی اشتباهی رو براتون ثبت میکنه و در نتیجه این زمانبندی اشتباه هم میتونه باعث بشه که مدالتون رو از دست بدید و هم رکوردی که در واقع ثبت کردید. بر اساس شماره‌ای که بهتون میدن شما وارد پیست میشید. در هر 5 کیلومتر ایستگاه‌های آب و تغذیه توی مسیر وجود داره و در انتها هم بهتون یک بسته غذایی میدن. در نتیجه نیازی نیست که آب یا خوراکی همراه خودتون ببرید. برای مسابقه ماراتون استانبول برای 42 کیلومتری 7500 نفر و برای 15 کیلومتری 22500 نفر ظرفیت مسابقه پیش بینی شده. توی مسیر مسابقه آمبولانس هست و تمام اقدامات احتیاطی بهداشتی توی مناطق شروع و پایان وجود داره. بخش 15 کیلومتری ماراتون هم مثل بخش 42 کیلومتریه و تنها تفاوتشون توی نقطه پایان و زمان مسابقه و خب کیلومتر مسابقه است. حالا اگه دوست داری ببینیم مسیر ابتدا و انتهای این ماراتون کجاست، اونم چی؟ 2023 کجاست، از کجا شروع میشه، چه مسیری رو باید بدوی، از کجا به کجا خاتمه پیدا میکنه و داستانهای شبیه این، بیا این پایین برام بنویس. خب بعد چه اتفاقی میافته؟ تو ویدیوی بعدی بیا همینا رو ببین. یعنی اگه بنویسی که من میخوام، آره همونطور، فقط یه نفر حتی اگه بنویسه اون مسیر رو ما فیلم برداری میکنیم براتون میذاریم، مخصوصا بچه‌هایی که از غیر از استانبول میان. حالا اگه از ایران میاین، از کشورهای دیگه میاین، چون خیلی یعنی وسعت زیادیه، یعنی خیلی جمعیت زیادیه و خیلی آدمای زیادی از کشورهای مختلف میان و خیلی این مسیر رو نمیدونن مثلا استارت و فینیش کار کجاست. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین.